تا حالا به این فکر کردین که ممکنه یه مشکل بزرگ سلامتی داشته باشین و اصلاً ازش خبر نداشته باشین؟ امروز می‌خوایم در مورد یه همچین چیزی صحبت کنیم. آسیب کبدی، یه اپیدمی خاموش که خیلی‌ها رو درگیر کرده بدون اینکه خودشون بدونن. پس با من باشین تا ببینیم داستان از چه قراره و چطور میتونیم از خودمون محافظت کنیم. خب این عدد رو ببینین، بیشتر از 1/4 جمعیت کل دنیا، یعنی چیزی حدود 2 میلیارد نفر با بیماری کبدی درگیرن و بدتر این که این آمار همینطور داره بالا و بالاتر میره. این واقعا یه اپیدمی خاموشه که باید خیلی جدی‌تر بهش نگاه کنیم. خب تا اسم آسیب کبدی میاد اولین چیزی که به ذهن هممون میرسه چیه؟ الکل، درسته؟ ولی آیا واقعاً مقصر اصلی فقط همینه؟ بذاریم بهتون بگم که داستان خیلی پیچیده تر از این حرفاست و مقصرهای دیگه‌ای هم هستن که شاید اصلاً بهشون فکرم نکرده باشین. آره دقیقاً. الکل تنها مقصر نیست. یه نگاه به این لیست بندازین. چیزایی که هر روز باهاشون سر و کار داریم. از غذاهای شیرین و فراوری شده گرفته تا همین روغن‌های گیاهی که تو آشپزخونه‌هامونه، حتی مسکن‌هایی که راحت مصرف می‌کنیم و سموم محیطی، همه اینها دارن یواش یواش به کبدمون آسیب میزنن. یعنی سبک زندگی امروزی ما خواسته یا ناخواسته کبد رو حسابی تو خطر انداخته. خب حالا که فهمیدیم چه چیزایی به کبد آسیب میزنه، سوال اینه از کجا بفهمیم کبدمون حالش خوب نیست؟ خوشبختانه بدن ما خیلی هوشمنده و برامون سیگنال میفرسته. حالا میخوایم با هم 12 تا از مهمترین این سیگنال‌ها رو بشناسیم. پس خوب بهشون دقت کنین. اول از همه بریم سراغ چیزایی که میتونیم با چشم ببینیم. مثلا اون لکه‌های سفید یا زرد رنگ دور پلک چشم، دیدین تا حالا؟ اینا رسوب کلستروله که یعنی کبد دیگه زورش نمیرسه پردازشش کنه. یا مثلا اینکه بدنتون خیلی راحت کبود میشه و لکه‌های قرمز روش میفته، این یعنی کبد نمیتونه پروتئین‌های لازم برای لخته شدن خون رو بسازه. و میدونستین ترک پاشنه پا هم میتونه یه نشونه باشه؟ آره، چون بدن داره تمام ویتامین‌های گروه B رو برای ترمیم کبد مصرف میکنه و دیگه چیزی برای پوست بیچاره نمیمونه. و داستان علائم دیدنی هنوز تموم نشده. یه نگاه به ناخوناتون بندازین. اگه سفید یا خیلی گرد شدن ممکنه نشونه کمبود اکسیژن باشه، چون کبد تو گردش خون نقش خیلی مهمی داره. زرد شدن پوست و چشما که بهش میگن یرقان دیگه یه علامت خیلی جدیه و به خاطر جمع شدن یه ماده سمی به اسم بیلیروبین تو خونه. یا اون رگ‌های ریز عنکبوتی روی پوست، اونا هم به خاطر اینه که هورمون‌ها به هم ریختن و کبد دیگه نمیتونه تنظیمشون کنه. خب حالا بریم سراغ علائمی که شاید نبینیمشون ولی حسشون میکنیم. مثلا اگه دیدتون تو شب ضعیف شده میتونه به خاطر کمبود ویتامین A باشه، چون کبد آسیب دیده نمیتونه درست حسابی به جذبش کمک کنه. یا ورم کردن، مخصوصا تو پای راست، این به خاطر فشاریه که روی رگ‌های اصلی متصل به کبد میاد. احساس فشار یا درد تو قسمت بالای سمت راست قفسه سینه هم میتونه از گرفتگی صفرا باشه. و اون خارش و کلافه کننده کف دست و پا، اونم به خاطر اینه که نمک‌های صفراوی زیر پوست جمع شدن. و میرسیم به 2 تا نشونه آخر که واقعاً زنگ خطرن و باید خیلی جدی گرفته بشن. اگه رنگ مدفوعتون خیلی روشن و تقریباً بیرنگ شده، یعنی صفرا درست به روده نمیرسه که چربی‌ها رو هضم کنه. برعکس، اگه ادرارتون خیلی تیره شده، مثل رنگ چای، یعنی کبد نمیتونه اون ماده سمی بیلیروبین رو دفع کنه و کلیه‌ها دارن به زور این کار رو انجام میدن. این 2 تا علامت رو لطفاً اصلاً نادیده نگیرین. ببینین، درک این مراحل خیلی مهمه، چون بهمون نشون میده که یه مشکل کوچیک چطور میتونه تبدیل به یه فاجعه بشه. اولش فقط یکم چربی تو کبد جمع میشه، بعد کبد ورم میکنه و ملتهب میشه. اگه همینجا جلوش رو نگیریم، بافت‌های زخمی یا همون اسکار تو کبد به وجود میاد که بهش میگن فیبروز. و مرحله آخر سیروزه، یه وضعیت خطرناک که اغلب دیگه راه برگشتی نداره. برای همینه که میگیم تشخیص زودهنگام انقدر حیاتیه. میدونم تا اینجا همش خبرهای نگران کننده بود، ولی یه خبر فوق‌العاده خوب هم دارم. کبد شما یه ابرقدرت پنهان داره. میدونستین این عضو شگفت‌انگیز میتونه خودش رو کاملاً بازسازی کنه؟ آره، دقیقاً. اگه ما کار درست رو انجام بدیم و بهش فرصت بدیم، میتونه خودش رو از نو بسازه. خب، حالا که میدونیم امید هست، وقتشه بریم سراغ نقشه راه. چطور میتونیم به این ابرقهرمان بدنمون کمک کنیم؟ تو این بخش میخوایم چند تا راهکار طبیعی و خیلی قدرتمند رو با هم مرور کنیم که نه تنها از کبد محافظت میکنن، بلکه به ترمیمش هم کمک میکنن.
نقشه راه ما 5 تا قدم اصلی داره. اول، حذف قندهای اضافه. دوم، تعویض چربی‌ها. سوم، خوردن غذاهای تلخ و چیزایی که گوگل دارن. چهارم، نوشیدنی‌های پاک کننده کبد. و پنجم، روزه‌داری متناوب. شاید به نظر سخت بیاد، ولی اینا کارهای پیچیده‌ای نیستن. فقط چند تا تغییر هوشمندانه تو سبک زندگی هن که میتونن یه دنیا تفاوت ایجاد کنن. خب، حالا بیاین هر کدومو باز کنیم. خب، قدم دوم خیلی مهمه. چربیاتون رو عوض کنین. ببینین، این روغنای گیاهی فراوری شده مثل روغن سویا و آفتابگردون پر از امگا 6 هستن. اینا دقیقاً مثل بنزین ریختن روی آتیش میمونن و التهاب رو تو بدن شعله‌ور میکنن. حالا به جاش چیکار کنیم؟ بریم سراغ روغنای سالم مثل روغن نارگیل و روغن زیتون. اینها خاصیت ضد التهابی دارن و به کبد کمک میکنن آروم بگیره. یه تغییر ساده است ولی قدرتش فوق‌العاده است. بریم سراغ بهترین دوستای کبدتون. غذاهای تلخ و چیزایی که گوگرد دارن مثل سیر و کلمه بروکلی. سبزیجات تلخ مثل کاسنی یا آرگولا کبد رو قلقلک میدن تا صفرا تولید کنه. صفرا همون چیزیه که برای هضم چربی و بیرون کردن سموم از بدن لازمه. از اون طرف غذای گوگردی مثل یه تیم نظافتچی حرفه‌ای عمل میکنن و به بدن کمک میکنن تا خودش رو سم‌زدایی کنه. اینم یه ترفند عالی برای شروع روزتون. یه فنجون قهوه ارگانیک بردارین و یه قاشق چایخوری زردچوبه توش بریزین. چرا؟ چون هم قهوه و هم زردچوبه پر از آنتی اکسیدان‌های قوی هستن که التهاب رو کم میکنن و نمیذارن اون بافتای زخمی تو کبد به وجود بیان. یه نوشیدنی ساده که در واقع یه معجون قدرتمند برای ترمیم کبده. و البته آب. نوشیدن آب کافی خیلی مهمه. خون رو رقیق میکنه و به کبد کمک میکنه صفرا بسازه. یه کار بهترم میتونین بکنین. چند قطره لیموی تازه تو آبتون بریزین تا قدرت سم‌زداییش چند برابر بشه. دمنوشای گیاهی مثل چای سبز یا ریشه قاصدک هم که دیگه عالیان. اینها قرن‌هاست که به عنوان یه جور تونیک تقویتی برای کبد استفاده میشن. و حالا میرسیم به شاه کلید ماجرا، روزه‌داری متناوب، مخصوصاً مدل 18/6، یعنی 18 ساعت روزه و 6 ساعت بازه غذا خوردن. این کار به کبد شما یه استراحت خیلی با ارزش میده. تو این استراحت یه فرایند شگفت‌انگیز به اسم اتوفاژی فعال میشه. اتوفاژی یعنی چی؟ یعنی بدن دکمه ریست رو فشار میده. کبد شروع میکنه به تمیزکاری، سلولهای پیر و خراب رو بازیافت میکنه و به جاشون سلولهای نو و سالم میسازه. این یعنی یه بازسازی اساسی از پایه. پس بیایم این نکته اصلی و امیدوار کننده رو یه بار دیگه با هم تکرار کنیم. کبد ما قابلیت بازسازی کامل خودش رو داره. بدن ما برای ترمیم خودش طراحی شده. فقط کافیه ما با انتخاب‌های درست این قدرت درونی رو بیدار کنیم و کنترل سلامتیمون رو دوباره دست خودمون بگیریم. و حالا یه سوال از شما دارم. با همه این چیزایی که شنیدین، اولین قدمی که همین امروز برای کمک به کبدتون برمی‌دارین چیه؟ لازم نیست یا همه چیز رو عوض کنین. یه قدم کوچیک. مثلا همین که از فردا صبح به آبتون لیمو اضافه کنین. یه قدم کوچیک انتخاب کنین و از همین امروز شروع کنین. یادتون باشه، سلامتی شما دست خودتونه. خیلی ممنونم که برای شناختن و مراقبت از بدنتون وقت گذاشتین.